آلبر کامو، نویسنده و متفکر فرانسوی، کتابی داره به اسم افسانه سیزیف. قبلا توی یکی از اپیزودها درباره اسطوره سیزیف صحبت کردیم. یکی از مهمترین چیزایی که آلبر کامو توی کتاب افسانه سیزیف درباره اون صحبت میکنه بحث خودکشیه، پدیده رایج جوامع مدرن. آلبر کامو میگه تنها یک مسئله جدی فلسفی وجود دارد و آن هم خودکشی است. داوری درباره اینکه زندگی ارزش زیستن دارد یا نه در حقیقت همون پاسخ دادن به پرسش بنیادین فلسفی است. اینجا میخوایم درباره یک خودکشی خاص صحبت کنیم، درباره نویسنده‌ای که در اوج شهرت و محبوبیت به شکل ناباورانه خودکشی کرد، ارنست همینگوی. ارنست همینگوی شاید نیازی به معرفی نداشته باشه، اما بعد نیست یه مقدمه کوتاهی درباره زندگیش بگیم. ارنست میلر همینگوی در 21 ژوئیه 1899 در اوک پارک در ایالت ایلینوی متولد شد که منطقه مرفه نشین در حومه غربی شیکاگو بود. پدرش پزشک بود و مادرش موسیقیدان. والدینش از افراد تحصیل کرده و محافظه‌کار منطقه اوک پارک بودند. ارنست دومین فرزند از 6 فرزند این خانواده بود و اولین پسر اونها. میشه تصور کرد که متولد شدن و بزرگ شدن در خانواده مرفه چه مزایایی برای ارنست داشت. مثل اینکه مادرش با اصرار میخواست که اون به نواختن ویولنسل رو بیاره، یا اینکه پدر ارنست مواقعی که خانواده رو به ویلای تابستونی خودشون میبرد مهارت‌هایی مثل شکار کردن، ماهیگیری، اردو زدن در جنگل‌ها و کنار دریاچه‌ها رو بهش یاد میداد. این تجربیات بعدها جزوی از زندگی و ادبیات ارنست همینگوی شدند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان کارش رو به عنوان خبرنگار توی یک روزنامه شروع کرد. با شروع جنگ جهانی اول همینگوی سعی کرد به نیروهای ایالات متحده ملحق بشه، ولی به دلیل ضعف بینایی پذیرفته نشد و در نهایت جذب نیروهای صلیب سرخ آمریکا شد و به ایتالیا رفت. در اونجا توی صلیب سرخ آمریکا مشغول به کار شد. همون دوران توی جنگ مجروح شد و در دوران نقاهت عاشق پرستاری به اسم اگنس شد که 7 سالم از خودش بزرگتر بود. کاراکتر کاترین بارکلی در رمان وداع با اسلحه الهام گرفته از همین خانم اگنس بود. وقتی که ارنست سال 1919 به ایالات متحده برگشت، فکر میکرد که اگنس به زودی باهاش ازدواج میکنه، اما در عوض نامه‌ای از اگنس دریافت کرد که خبر میداد اون با یک افسر ایتالیایی ازدواج کرده. این عشق ناکام تأثیر عمیقی روی همینگوی گذاشت، تا جایی که در روابط بعدی یک الگوی تکرار شونده داشت. قبل از اینکه همسرش اون رو ترک کنه، همینگوی بود که اونا رو ترک میکرد. چیزی شبیه به الگوی زندگی کاراکتر هری در داستان برفهای کلیمانجارو. خلاصه این که بعد از جنگ ارنست همینگوی همون حرفه خبرنگاری رو ادامه داد و بعد از یه مدت با دختری به اسم هدلی ریچاردسون آشنا شد و با اون ازدواج کرد. بعد هم با هم برای زندگی به پاریس رفتن. توی پاریس همینگوی با نویسندگان مشهوری آشنا میشه. افرادی مثل ازرا پاوند، جیمز جویس و گرترود استاین. علاوه بر اون با هنرمندانی آشنا میشه مثل پابلو پیکاسو، خوان میرو و سایر هنرمندان معروف اروپا در اون دوران. در واقع فضایی که اون زمان همینگوی توش زندگی میکرد همون چیزیه که توی فیلم نیمه شب در پاریس میبینیم. پس تا اینجای داستان، یعنی هولوش 20 سالگی، به ارنست همینگوی بد نگذشته. همینگوی به تدریج شروع میکنه به نوشتن داستان کوتاه و بعد از آشنایی و رفاقت با اسکات فیتزجرالد و خوندن کتاب گتسبی بزرگ که به تازگی منتشر شده بود، رو میاره به خوندن رمان‌های بلند. بعد از خوندن این داستان تصمیم میگیره که خودش هم یک رمان بنویسه. اون اولین رمانش رو نوشت، رمانی به اسم خورشید همچنان میدمد. توی همین ایام با یک زنی به اسم پولین فایفر آشنا میشه. همسرش هدلی از این ماجرا مطلع شد و کارشون به طلاق کشید. یه مدتی بعد هم ارنست همینگوی با همین دختر یعنی فایفر ازدواج کرد. بعد از اون رمان وداع با اسلحه رو نوشت. وداع با اسلحه در سال 1929 منتشر شد و در عرض 4 ماه بیش از 80,000 نسخه ازش به فروش رفت. همینگوی توی یک مصاحبه گفته بود صفحه آخر این رمان رو 39 بار نوشته و بار 40م بود که از نوشته خودش راضی شد.
خلاصه همون حوالی یه اتفاق دیگه هم افتاد. پدر همینگوی خودکشی کرد. همینگوی در ارتباط با این قضیه برای همسر سابقش نوشت: من هم احتمالاً راه او را می روم. از این نقطه تا سال 1952 زندگی همینگوی پر از فراز و نشیب بود. از طلاق‌ها و ازدواج‌های متعدد گرفته تا نوشتن رمان‌هایی که باعث شهرتش شدن و مورد ستایش قرار گرفت. رمان‌هایی مثل پیرمرد و دریا، این ناقوس مرگ کیست، و در بعضی موارد هم اون رو مورد نقد قرار دادن، مثل رمان داشتن و نداشتن. اون بعد از مدتی از پولین فایفر هم جدا شد و با یه روزنامه‌نگاری به نام مارتا ازدواج کرد. بعد از مارتا هم در روزهای پایانی زندگیش با روزنامه‌نگاری به نام ماری والش ازدواج کرد. اما حالا برسیم به مسئله‌ای که همون اول دربارش حرف زدیم، یعنی خودکشی همینگوی، نویسنده‌ای که وقتی مرد در اوج شهرت و محبوبیت بود. با بزرگان زیادی هم عصر بود و رفاقت داشت، مثل ویلیام باتلر ییتس، اسکات فیتزجرالد، شرود اندرسون، جیمز جویس، گرترود استاین، که مرگ اونها بسیار روی روحیه ارنست همینگوی اثر گذاشت. اون در سال 1954 جایزه نوبل رو هم گرفت. سالهای بعد به دلیل بیماری‌های متعدد توی بستر بود، از جمله بیماری کبد که به خاطرش دکترها نوشیدن مشروبات الکلی رو واسش قدغن کردن. سالهای آخر عمرش مرتب در سفر از کوبا به آمریکا بود. در طرف دیگه به روایت دوستانش حال روحی و روانی خوبی هم نداشت. اون حس میکرد که FBI هر جا که میره دنبالشه. از اون طرف به دلیل مصرف بعضی از داروها دچار افسردگی شده بود. میگن 10 تا 15 بار تحت شوک درمانی قرار گرفت. همینگوی اعتقاد داشت که این درمانها و داروها باعث تحلیل مغز و حافظه اون شدن. به هر حال سال 1961 اون رو به خونه فرستادن تا استراحت کنه. چند ماه بعد در 21 ژوئیه 1961 همینگوی کاملا آگاهانه با یک شاتگان به زندگی خودش خاتمه داد. به مدت 5 دهه روزنامه‌نگاران ادبی، روانشناسان و زندگی نامه نویسان تلاش کردند که کشف کنن چرا ارنست همینگوی توی خونش در آیداهو در حالی که همسرش خواب بود با شلیک یک گلوله به زندگی خودش خاتمه داد. این داستان تا سالها مشخص نبود. اما در سال 2011 در روز 2 ژوئیه، یعنی بعد از 50 سال، نیویورک تایمز یادداشتی درباره ارنست همینگوی و در واقع درباره خودکشی همینگوی منتشر کرد. طبق یادداشت نیویورک تایمز اون مجبور به خودکشی شده بود، چون مدت‌ها بود که مأموران FBI واقعاً اون رو تحت نظر داشتن. این رو چه کسی روایت میکنه؟ مردی به اسم آرون ادوارد هاچنر که در 13 سال پایانی عمر همینگوی دوست و همراه اون بود. هاچنر چند کتاب هم درباره همینگوی نوشته. کتاب‌هایی مثل بابا همینگوی و دنیای اون و همینگوی عاشق. هاچنر به مناسبت 50مین سالگرد مرگ همینگوی یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت و اینطور گفت: نظارت FBI به شکل قابل توجهی به رنج و خودکشی همینگوی کمک کرد. من متاسفم که ترس‌های دوستم رو جدی نگرفتم و دچار سوء قضاوت شدم. حالا قضیه چیه؟ ماجرا اینه که همینگوی احساس میکرد که FBI اون رو تحت تعقیب داره و حتی اینو با اطرافیانش هم مطرح میکنه، اما کسی این قضیه رو جدی نمیگیره. خود هاچنر این قضیه رو اولین بار تو کتاب بابا همینگوی مطرح میکنه و به خاطره روزی اشاره میکنه که به دیدار همینگوی و ماری در آیداهو میره. اون تعریف میکنه وقتی ارنست و دوک مکمولین، دوست مشترک اون و ارنست، برای استقبال از هاچنر به ایستگاه میان، برخلاف همیشه جلوی بار روبروی ایستگاه توقف نمیکنن، چون ارنست خیلی عجله داشت که سریعتر از اونجا بره. هاچنر توی کتابش میگه پرسیدم چرا اینقدر عجله داری؟ ارنست گفت مأمورای فدرال. گفتم چی؟ گفت ما رو تا اینجا تعقیب کردن، باورت نمیشه از دوک بپرس. دوک گفت خب راست میگه، از حوالی خیابون هیلی یه ماشینی پشت سرمون داشت ما رو تعقیب میکرد. پرسیدم چرا مأمورای FBI دارن دنبال تو میان؟ ارنست گفت این بدترین جهنم است، همه چیز را شنود کردن، برای همین از ماشین دوک استفاده میکنیم، چون ماشین من شنود شده، تلفن قابل استفاده نیست،
نامه ها رو هم باز میکنن. هاچنر ادامه میده که توی اون سفرش به آیداهو چندین بار دیگه هم این اتفاق میفته که همینگوی احساس میکرده که تحت تعقیبه. این ماجراها کمی قبل از اینکه همینگوی بستری بشه و به شوک درمانی بدن اتفاق افتاده بود. در واقع بعد از ترخیص از بیمارستان بود که همینگوی خودشو کشت. هاچنر در یه جای دیگه هم میگه همینگوی چند روز پیش از مرگ با من تماس گرفت و گفت از نظر روانی و جسمی خیلی خسته است. من متوجه حال همینگوی شدم و خیلی زود خودم رو به خونش رسوندم و اون رازش رو اونجا بود که واسه من فاش کرد. اون به من گفت شما نمیدونید چی داره به من میگذره. من در خطر هستم. شب و روز توسط ماموران FBI تعقیب میشم. تلفنم کنترل میشه و زندگیم کاملا تحت نظره. دارم دیوونه میشم. گرچه طبق نظر هاچنر و بقیه دوستان همینگوی نشانه ها یا شواهدی رو که اون میگفت اونا مشاهده نکرده بودن. دوستانش این حالت رو به وسواس ذهنی ربط میدادن و حتی یکی از منتقدا اون رو به جنون و هیستری متهم کرده بود. اما بعدها آرشیوا نشون دادن که ریاست اون زمان FBI یعنی جی ادگار هوور واقعا همینگوی رو به اتهام ارتباط با یک دشمن خارجی تحت نظر قرار داده بود. فیلمی هم درباره این آدم ساخته شد به اسم جی ادگار که لئوناردو دیکاپریو نقش جی ادگار رو بازی میکرد. حالا دلیل تعقیب همینگوی از طرف ماموران FBI چی بود؟ ماجرا برمیگشت به زمانی که همینگوی در سال 1939 به کوبا رفت و در نزدیکی هاوانا یک خونه‌ای خرید که معروف شد به فینکا ویخیا که میشه ترجمهش کرد به ملک دیدبانی. اون رمان ناقوس مرگ کیست و بخش‌هایی از پیرمرد و دریا رو توی همین خونه نوشت. تو بحبوحی جنگ جهانی دوم و زمان اقامتش در کوبا همینگوی گروهی از دوستان ماهیگیر و افراد محلی رو دور خودش جمع می‌کرد و در واقع یک شبکه جاسوسی ضد فاشیستی را انداخت تا هواداران نازی‌ها و کسانی که مظنون به همکاری با آلمانی‌ها بودن را شناسایی کنه و اطلاعاتشون رو می‌برد برای سفارت آمریکا توی کوبا. همینگوی خودش به شوخی به این شبکه افراد گفته بود کروک فکتوری، یعنی کارخانه کلاهبرداران یا خلافکاران. جی ادگار هوور رئیس وقت FBI زیاد فعالیت‌های همینگوی رو جدی نمی‌گرفت و بیشتر کارهای اون رو ماجراجویی می‌دونست تا کار اطلاعاتی. در واقع در دهه‌های 40 و 50 همینگوی خیلی جدی تحت نظر FBI بود، چون FBI فکر می‌کرد که این فرد حالا اطلاعات سیاسی زیادی داره. طوری که دوستش هاچنر میگه باید حرف‌های همینگوی در مورد تعقیب شدن توسط FBI رو جدی می‌گرفتم. پایان کار همینگوی و مرزی که وجود داره بین اینکه اون دچار توهم شده بود یا واقعا تحت تعقیب FBI بود ما رو یاد فیلم شاتر آیلند از اسکورسیزی میندازه. شاید با وجود این شواهد هیچ وقت نشه فهمید که این برنده نوبل ادبیات چه روزهایی رو از سر گذرونده و چقدر این تهدیدات در مشکلات روحی و روانی و در نهایت خودکشیش سهیم بودن. همینگوی هیچ وقت به مراسم نوبل نرفت و متن سخنرانی کوتاهی رو برای اونها فرستاد. این بخش قسمتی از متن سخنرانی اونه. نوشتن در بهترین حالت زندگی در تنهایی است. انجمنها و محافل نویسندگان می توانند از رنج این تنهایی بکاهند، اما بعید می دانم نوشتن او را بهبود بخشند. نویسنده هرچه بیشتر از تنهاییش دست بکشد در چشم مردم بزرگتر می شود و اغلب در همان هنگام است که کارش رو به زوال می رود، زیرا او باید در تنهایی و انزوا بنویسد و اگر نویسنده‌ای به راستی نویسنده باشد باید هر روز با جاودانگی یا فقدان آن مواجه شود.